میخواهم برگردم به زمان کودکی. آره، هر یک انسانی برکمال تمام عمر آرزوی بازگشت به کودکی دارد. چون محض همین طفلی است که عالم بیغش و بیگناهی است. طفلی است که غم دنیا ندارد و همین عالم عالم رنگ هاست. سلام تماشابینان گرامی. نخست برنامه کودکی خوراکپز منظور شماست. مهمان برنامه امروزه ما هستند نازنین سالیوه. نازنین سالیوه سنه 11 میلیون سال 2013 در شهر خوجند در عائله کارگر تولد شده است. حالا او در مکتب رقم 19 تحصیل دارد. نازنین فنهای دقیق را میپسندد. اینچنین دوزندگی نیز برایش پسند است. در وقتهای خالی از مادرش هنر دوزندگی را میآموزد. تماشابینان گرامی، عین حال ما را نازنین خردکک در خانه‌شان منتظر. بیایید او را بسیار منتظر نمی‌کنیم و به نزدشان می‌رویم. دوستان عزیز، از روی سراغ معین شده باید همینجا باشد. حالا ما وارد می‌شویم. نازنین، ما به کجا می رویم؟ خوب تماشابینان گرامی، مهمون برنامه امروزه ما هستند نازنین. خوب نازنین، امروز ما چی آماده میکنیم برای تماشابینان؟ سمبوسه نینیچه. سمبوسه نینیچه را ما آماده میکنیم برای تماشابینان. یعنی شما این خوراک را از کی یاد گرفتین؟ از خاله. از خالت؟ شما از خالتون یاد گرفتین. نازنین، برای چی ما این سمبوسه را سمبوسه نینیچه میگیم؟ برای آنکه وای با مانند نینیچه باشه؟ نینیچه. آها، یعنی سمبوسه نینیچه. کی نام مونده از سمبوسه نینیچه؟ خاله. خالت، یعنی سمبوسه را سمبوسه نینیچه نام مونده است. برای آماده نمودن سمبوسه نینیچه برای ما چی ضرور است؟ کدام محصولات برای ما لازم است؟ خمیر، تخم، پیاز، سدانه، گوشت قیمه. گوشت قیمه یعنی برای ما ضرور است. از کدام محصولات آغاز میکنیم؟ خمیر. از خمیر، یعنی ما خمیر را میگیریم. من چیکار کنم؟ پیاز ریزه کنم؟ خب ما یک جای سمبوسه نینیچه آماده میسازیم. نازنین، بغیر از سمبوسه نینیچه باز کدام نمودی خوراک را آماده کرده میتوانی؟ پیروگی گوشتین. پیروگی گوشتین. باز در خانه شما کی خوراک میپزد؟ بابام. برای چی پدرتون نمیپزد؟ پدرم؟ نیستی رسیه ده. پدرتون رسیه. برای چی مردکا خوراک نمیپزند؟ برای آنکه آنها مردن. مرد خوراک نمیپزد؟ میپزد. خوراک پختن میتواند. خب ما چگونه پیاز را ریزه میکنیم؟ یعنی میبریم. شد؟ باز میبریم. خب شما خمیر را آماده میکنید، من پیاز را ریزه میکنم. همین گونه ها. خب نازنین، شما پدرتون رو بسیار دوست می‌دارید یا مادرتون رو؟ هر دوشون را. هر دوشون را. پدرت به تو بازی چه میخرد کو؟ او رو هم دوست می‌داری؟ یعنی بسیارتر؟ پدرم. پدرت رو دوست می‌داری؟ خواهر یا برادر داری؟ هر دوش را.
خواهر و برادر داری ها؟ چند تا خواهر و برادر داری؟ Якта. یک خواهر و یک برادر داری. خواهرت رو بسیار دوست می‌داری یا برادرش رو؟ Барана. برادرتون رو بسیار تر. برای چی؟ برای آنکه وی با تو بازی بکند. در کدام مکتب میخونی نازنین؟ در مکتب 19. مکتب 19. معلومتون که؟ Атабоева. атабоева. خب گفت وینی خود من به مادرت نمیگویم. مادرت تو رو یکون بار زده است؟ نه زده است. یکون بار جنگ نکرده است؟ کرده است؟ برای چی؟ نازنین در آینده چی شدن میخواهی؟ Doktor операция. دکتری اپراتسیا؟ واو. برای چی؟ برای اینکه دوست می‌دارم. کی به تو گفت که دکتری اپراتسیا شد؟ هیچ کس نگفت. خودتون میخواهین دکتری اپراتسیا شوین. شما در مکتب چی خیلی میخونین؟ بهای چند میگیری؟ یک بار بهای 2 گرفته بودی کو؟ میگه بهای 2 گرفته بودی. در خاطر نداره؟ نیست. یکون بار گرفتگی نیستی؟ نه. 3 نیست. 3 و 2 تماما نداره. دوگانه داره؟ کی نام دوگانه تو؟ نمیگو. برای چی؟ کی بود؟ نرگس بود نامش؟ نام دوگانه تو نرگس؟ خوب جوره دارین؟ با همراه یک پسرک درس می رفتین کو؟ کی بود نامش؟ مگه گپی درقه. نه با همراه یک پسرک بازی میکردین کو؟ مکتب میرفتین بازی میکردین؟ گپی درقه مگه. ندارین شما جوره؟ نه ندارم. یعنی شما با پسرها بازی نمیکنید؟ نه. برای چی؟ برای اینکه شوخم. برای چی؟ شوخم. همشون شوخند؟ شما از کجا میدونین که ویا شوخند؟ میدانم. از کجا میدونین؟ یکون بار دیدگی هستین؟ کی؟ کجا در بازی میکند میبینیم. برای همین شما بچه های شوخ را دوست نمیدارید. خب خمیر ما زیر آماده نشده است. خب بیا من هم به شما کمک میکنم. یعنی شد. خب زبالای ما آماده شد. اکنون چیکار میکنیم؟ درنگیش رو تایر میکنیم. درنگیش رو تایر میکنیم. پیاز، گوشت. پیاز با گوشت همراه میکنیم ها؟ خب پیاز رو با گوشت همراه کردیم.
نازنین اگر رستوران خود را داشته باشی او را چی نام میمونه؟ اگر شما رستوران داشته باشید داشتم. داشتین؟ نداشتین؟ اگر در آینده صاحب رستوران شوید او را چی میمونه؟ چی نام میگذارین؟ Xolam dahayam va restoranshon on رو بهار موندم. بهار موندن؟ یعنی شما هم رستوران خود را بهار نام گذاشتنی؟ اول نمک رو خب بعد نمک ما چی میمونه؟ زیره. زیره رو میمونه. خب زیره بعد زیره ما چی میمونه؟ بعد آن ما روغن رو آمیخته میکنیم. خب حاضر ما چیکار میکنیم؟ سموسه رو میمونم. سموسه رو میمونیم. یعنی به مانند نیچه میبریم. نازنین کدوم نمود مفت را بسیارتر دوست میداره؟ ماشه. ماشه را دوست میداره. نام شما را باز چی میگوین نازنین بغیر از نازنین؟ او ماشه میگه. ماشه برای چی ماشه میگویند؟ خب تمام؟ یعنی این با مانند کشتی شد گو؟ خب نیچه ما آماده شد. حاضر ما چیکار میکنیم؟ همه شد. تخم میکنیم. خب نازنین ما میتوانیم برای نیچه نام دیگر مانیم. نازنین چقدر نامی زیبا. کی مونده است نامت را؟ دادم. برای چی نازنین؟ نمیدونم. محجبی نیو نازنین. نازنین نیچه ما آماده شد. اکنون ما چیکار میکنیم؟ بعد دخوفکه میمونیم. ما بعد دخوفکه میمونیم. رفتیم. خب نازنین خوراک ما پس از چند دقیقه آماده می شود؟ 20 دقیقه. آماده می شود. نازنین ما با غیر از خوراک پختن باز چیکار کرده می تواند؟ باز چه استعداد دارد؟ شعر خونده میتونم. شعر خوندن می تواند. برای ما یک شعر می خونید؟ خب Солнечный круг, небо вокруг,
И дари рисунок мальчишки нарисовал он на листке и подписал в уголке. Путь всегда будет солнце, путь всегда будет небо, путь всегда будет мама, путь всегда буду я. همیشه باشد آفتاب، همیشه باشد آسمان، همیشه باشد مادر، همیشه باشم من. میذارو ویز بی سنشی، میذارو ویز بی بوسکی، میذارو ویز بی می. یعنی شما با دو زبان خوندید، تاجیکی روسی؟ با انگلیسی. با انگلیسی خوندید. تو چی را دوست می‌داری؟ چی می‌خواهی در روز زادروزت بر تو تحفه کنند؟ کدوم تحفه رو دوست می‌داری؟ چوبزک. جوگوزک؟ این چی است؟ چوبزکی لیباس دوزن. یعنی با آن لباس می‌دوزند. یعنی در آینده باز دوزنده شدنی هستی. اگر کلان شوی برای پدر و مادرت چی تحفه می‌کنی؟ ماشین می‌خری؟ تا حال فکر نکرده. خوراک ما آماده شد؟ خب خوراک ما آماده شد. عین حال ما مزه‌اش رو میچشیم. ببینید. خیلی بامزه شده است. خب نازنین، ما باوری داریم که تو در آینده کدبانوی بهتری میشوی. این لحظه افتخارنامه از جانب تلویزیون تنین آماده گردیده است که ما آن را به نازنین میسپاریم. ما باوری داریم که در تشکل کودک هر یک ما و شما در راه خوب به طرف نخواهیم بود. بینندگان گرامی، در برنامه مذکور کودکان شما اگر استعداد خوراک‌پزی داشته باشند می توانند اشتراک کنند. شما می توانید در رقم هایی که زیر آینه نیلگون نوشته شده است با ما در تماس باشید. مقصد ما بلند برداشتن روحیه و دانش و ملکه کودکان شماست. شما آواره نشوید، ما خود به نزد شما می بیاییم. با ما باشید تا برنامه های دیگر. تنسیت و خانه آباد باشید.